به نام خدا. سلام. با مهمترین خبرهای بیمه پارسیان در آذر ماه 1402 با ما همراه باشید. بیمه پارسیان در 8 ماه پورتفوی سال گذشته را محقق کرد. شرکت بیمه پارسیان در 8 ماه سال 1402 از کل پورتفوی سال 1401 عبور و به سمت اهداف تعریف شده سال جاری حرکت کرده است. معرفی هادی اویار حسین، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت بیمه در 30مین همایش ملی و 11مین همایش بین المللی بیمه و توسعه از هادی اویار حسین، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت بیمه در سال 1402 تجلیل شد. بیمه پارسیان بار دیگر با افزایش نسبت توانگری مالی در سطح یک صنعت بیمه قرار گرفت. با اعلام نسبت توانگری مالی شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور در سال جاری، بیمه پارسیان توانست همانند سالهای اخیر بار دیگر جایگاه خود را در سطح یک صنعت بیمه با ارتقای نسبت توانگری مالی در مقایسه با سال گذشته حفظ نماید. پارسی چت بیمه پارسیان، نخستین سامانه پاسخگویی هوشمند در صنعت بیمه، در راستای نوآوری و ارتقای خدمات به مشتریان در مسیر تحول دیجیتال. چت بات جدید این شرکت با